ما آخرین نسل بازی های کوچه ایم. اولین نسلی که موسیقی رو از رادیو ضبط کردیم، فیلم رو با ویدیو دیدیم و با دسته های آتاری پای بازی های نچندان پیچیدش ساعتها شاد بودیم. ما آخرین نسلی هستیم که بدون موبایل و لپتاپ زندگی کردیم، اما زندگی کردیم. چای رو با نگاهمون از کتری تا فنجون دنبال کردیم. ما آخرین نسل قصه های پای کرسی هستیم، آخرین گروه شب نشینی های پر از شادی، آخرین نشستن های بدون اینترنت و موبایل، دور همی هایی با یه دنیا تجربه کسب شده در آخر شب، یک عالم دانش جدید، آخرین نسل شب نشینی های از جن و غول، پیاده رفتن های تا مدرسه، کیوسک تلفن عمومی، نشستن پشت وانت تا شهر، قایم کردن دستگاه ویدئو لای پتو، دوربین عکاسی با فیلم 36 تایی. ما تنها نسلی هستیم که مثل پاییز بین تابستون و زمستون دو فصل متفاوت رو تجربه کردیم. فصلی با عشق، فصلی بدون تکنولوژی. ما متولدین دهه 50 و 60 هستیم، نسلی که دیگر شبیهی پیدا نخواهد کرد، نسلی پر از خاطره های ساده اما ناب.